پرسرعت‌ترین اینترنتی که میتونید رو بستر سیم کارت داشته باشید استفاده از اینترنت 5G هست. امروزه در بیشترین مناطق تهران و شهرستان در حال گسترشه و ممکنه تو منطقه شما هم فعال شده باشه و شما هنوز اینو ندونید. اگر اینترنت 5G تو منطقه شما فعال شده باشه، برای اینکه بتونید اینترنت 5G رو به دستگاهاتون یا به چند کاربر مختلف تقسیم بکنید، راه حلش استفاده از مودم 5G هست. برند تندا بیش از 1 دهه است داخل بازار ایران داره فعالیت میکنه. و یکی از پرقدرترین مودم‌های 5G رو با گارانتی 3+1 آسان پیشرو عرضه کرده. دو تا مزیت داره، یکی که گارانتی 4 ساله داره و دو اینکه این دستگاه ریفر نیست. مودم 5G صفر 3 تندا پردازان خیلی قوی داره. این پردازان 4 هسته‌ای امکان اتصال 128 کاربر رو به صورت وایرلس برای شما فراهم میکنه. و یه مزیت دیگه هم که داره، سرعت آپلود و دانلود خیلی بالایی رو تو بستر 5G برای شما فراهم میکنه. این مودم نسل 6 وایرلس رو داره و از AX 1800 و WPA3 که بالاترین سطح رمزگذاری وایرلس هست پشتیبانی میکنه. همونطور که می‌بینید طراحی بسیار زیبا و جذابی داره و متریال خوبی استفاده شده برای ساختن این محصول. دارای 2 تا پورت لن سرعت 1001 که پورت‌ها رو به عنوان لن و ون میتونید استفاده بکنید. از دیگر امکاناتی که این محصول داره، جای 2 تا پورت آنتن خارجی داره که شما میتونید تو جاهایی که در واقع ضعف سیگنال دارید از آنتن خارجی برای این محصول استفاده بکنید. یه پورت تایپ C داره که اینو میتونید با پاور بانک هم روشن بکنید. راه اندازی بسیار ساده‌ای داره. فقط کافیه سیم کارت سایز نانو هر اپراتوری که در اختیار دارید داخل دستگاه قرار بدید و به اسم و رمز پیش‌فرضی که در واقع زیر محصول نوشته شده وصل بشید و میتونید از اینترنت اون استفاده بکنید. همه مودم ها برای تنظیمات پیشرفته و ادوانسشون یه محیط وب دارن که داخل اون محیط لاگین میکنید و تنظیماتتون رو انجام میدید. اما این روتر ما علاوه بر اینکه اون محیط وب رو در اختیارتون قرار میده، اپلیکیشنی داره به نام تندا اپ که کار کردن با این اپلیکیشن خیلی ساده و راحته. حالا بریم داخل اپلیکیشن ببینیم چه امکاناتی در اختیارمون قرار میده. داخل اپلیکیشن وضعیت سیگنال و وضعیت اینترنتمون رو میتونیم داشته باشیم، اسم و رمز وایرلسمون رو عوض بکنیم، مودم رو ریبوت بکنیم، اتصال اینترنتمون رو قطع و وصل بکنیم، اگر سیم کارتمون پین داشته باشه پین رو بهش بدیم، نوع تنظیمات اینترنت یا APN مون رو میتونیم تغییر بدیم، پسورد ادمینش رو تغییر بدیم، بلک لیست براش تعریف کنیم چه کسایی مجاز هستن به این مودم وصل بشن و امکانات دیگه از قبیل آپدیت، ریست فکتوری کردن، وضعیت LED محصول رو در اختیارتون قرار. یه چیز جالب دیگه ای که هست اینجا، میتونیم شما پنسور کنترل برای دیوایس هایی که به این دستگاه وصلن رو داشته باشید. به چه صورت؟ دیوایسی که بهش وصله رو میتونید اسکیجول تعریف کنید تو چه ساعتایی به اینترنت وصل بشه، چه سایت‌هایی رو بتونه بره ببینه و در واقع سرعت اینترنت هم میتونید محدود بکنید براش. یه چیز جالبیه که میتونید داخل این اپلیکیشن برای هر کاربر تعریف بکنید. در صورتی که به برق شهری دسترسی نداشتید و اگه مجبور بودید از اینترنت مودم استفاده کنید، میتونید به صورت موقت از پورت USB استفاده کنید و با یه پاور بانک روشنش کنید. قابلیت ون فیلوور داره. از اونجایی که ممکنه که اینترنت سیم کارت دچار تداخل یا اتمام بسته بشه، شما میتونید یه اینترنتی رو به صورت بکاپ به پورت ونش وصل بکنید تا حل شدن مشکل اینترنت سیم کارتتون از اون اینترنت استفاده بکنید. و در آخر اگه میخواید از سرعت بالای اینترنت 5G استفاده بکنید یا تعداد کاربرهای زیادی دارید یا نیاز کانکشن VPN تون رو روی مودم ست بکنید، این مودم گزینه خیلی مناسبی برای استفاده شماست. مودم 5G صفر 3 تندا رو میتونید با گارانتی 3+1 شرکت آسان پیشرو از نمایندگی این شرکت در سراسر کشور تهیه بفرمایید.